ای مردمی با ننگ و آری این دیار، السلام. ای نور استقلال و فیضی بشمار، با صداقت در سخن بهری وطن برخاسته، السلام. ای هم نوای و هم فضای و هم دیار، ما کودکان خوشبختیم که در این دیار زیبا و آفتابرویه با یک سرور مشفق و غمخوار زندگی داره. سرور مینداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای غمخواری به ما کودکان و تشکیل آزمون‌هایی که آینده ما را درخشان میکند بیان مینمایم. نانت حلال بادا ای پیشوای ملت، زاندم که سروری تو ملت ندید علت، خواب شبت پرانده خدمت به خلق کردی، آشکار شد در جهان بس به نظیر مردی، از جنگ دور گشتیم با عزم و با تلاشت، شب را شکست دادی با عقل نور پاشت، نانت حلال بادا ای پیشوای ملت، زاندم که سروری تو ملت ندید علت. شاعرای محبوبه که برای بچه ها پر ایجادات خود را بخشیدند، همونا را یک کنی نامبر کنید. مومان رازق، عبید رجب، عبدالملک بهاری، میرسعید میرشکر، امینجان شکوهی، اکابر شریفی، موجوده حکیم‌آوا، لطافت کنجی و گلچهره سلیمانی، یوسف جان احمدزاده، نظام قاسم، محیدین فرهاد. چرا شما میخندید؟ چه از استاد میرسعید میرشکر از کتاب غنچه‌های خندان. چرا شما میخندید؟ شما به جا میخندید، واسه همسایه ماست. با شما میگویم راست، بچه مکتب خون است، بچه مهربان است، همه چیز را میداند، خوب و اعلا میخواند. چرا شما میخندید؟ شما به جا میخندید، در صنف ما پیش‌سو است، همه میدارندش دوست. چه از استاد گلچهره سلیمانی از کتاب چیلکاکل. بی جانم می آید، دل و جانم می آید، از راه دور می آید، به زور می آید. بیم آید ما خورسند، کیسه هایش پر قند، مویز و مغز می آرد، چیزهای نغز می آرد. بیم کنی افسانه، بی جانم یگانه، بی جانم می آید، دل و جانم می آید. روم کرپچه آرم، بالینی پر گذارم، چایکی گرم بیارم، نانکی نرم بیارم. بی جانش شنانم، خفه شدم نمانم، بی جانی خوشرویم، بی قصه گویم. تراکتور آمد، فصل نوبهار آمد، به دهقان وقتی کار آمد. انا آمد تراکتور هم، تراکتورچی امک خورم، سرود شوخ میخواند، زمین کشت میراند. تراکتور راحتی جان است، با وی هر کار آسان است. امک جانی تراکتورچی، مرا همراه گیری چی؟ دم در پیش روشینم، تو گردانی و من بینم. سنجاب شعر از استاد یوسف جان احمدزاده از کتاب تشکر به تو. بود نبود سنجا بود، در ملکی پنجا بود، ارکه بود و گل بود، ناز و نازش مل بود. هرچی دهی نمی گفت، گر ندهی ته می گفت. روز اوچش آش پخت، آشی شولم آش پخت. سنجابی من ناز کرد، نخورد و عروس کرد. آشکی تو شور گفت، خودت برو خور گفت. ناگاه آمد یک باشه، ربود طبقی آشه. سنجاب گفت چی گپ شد؟
آچه‌اش گفت عجیب شد. من یک افسانه از استاد از برادران گریم خواندم از تنگه‌های آسمانی. آن به من پسند است. بود نبود یک دخترک بود. وای در تن لباس کفش زمستانه، در سر کلاه زمستانه و در پا موزچه داشت. وای میرفت که از نزدش یک پیرزن برآمد. پیرزن گفت وای سرم خنک خورد، یک کلاه دهید. دخترک مهربانی کرد و کلاهش را به پیرزن داد. دخترک رفت از نزدش یک موی سفید برآمد. وی می گفت وای پایهایم خنک خورد، یک موزه دهید. دخترک موزه هایش را به پیرمرد داد. رفت که از نزدش یک پسرک برآمد. پسرک می گفت وای خنک خوردم، لباس گرمی نباشد که من پوشم. دخترک لباس کفش زمستانه‌اش را برده به آن پسرک داد. بعد دخترک خودش خنک خورد، سرش خنک خورد، پایش خنک خورد، بدنش هم خنک خورد. در راه میرفت که از آسمان تنگه های زیادی افتیدند و در سر دخترک کلاه، در تنش لباس پشمین و در پایش موزچه پیدا شد. برای آن تنگه های آسمانی گفتند که وقتی که دخترک به دیگران نیکی میکرد، او هم وقتی که به دیگران نیکی کرد نیکی دید. شما افسانه دانه رو خونده اید؟ بله. وقتی که بهرام دانه رو مییابد و از مادرش میپرسد دانه رو که میشناند، وقتی آن دانه رو میگوید اگر تو کلان نشوی من تو رو گرفته از بخ میبرم. فردا میبیاید که دانه کمی کلان شده است، بعد میگوید اگر درخت نشوی من تو رو از بخ کنده به هزو میکنم و علا میپرتایم. سحری بر وقت دیگر بهرام آمده میبیند که و یک درخت شده است و پر از زردالو شده است. بهرام به طور یک درخت برآمده زردالو میخورد که از همین وقت یک البستی آمد. البستی گفت پسرک تو چه خیلی به طور درخت برآمدی؟ کنی به من هم یک زردالو پرتاب. پسرک به البستی یک زردالو پرتافت. البستی گفت من چشمانم نمیبیند دیگر گرفتن نمیتوانم. تو چه خیلی برآمدی؟ بیا با من گوی من هم برایم. پسرک گفت بله رو جوش کردم و بالای آن ششتم و به اینجا رسیدم. البستی خرسند شده رفته بله رو جوش کرد که به بالایش نشست که سوخت. با این تدبیر پسرک بهرام خود را از چنگ البستی نجات داد. چقدر ضرب مثل خونده اید؟ ضرب مثل مقام 50 تا. احتیاط نصف حیات. راحت اگر خواهی از رنج مترس. خاله همه کارش نیم کاله. پنیر دزد خوندی؟ بله. شهناز خیلی بسیار پنیر را دوست می داشت. یک روز وی کمی پنیر برید و ماند. مادرش او را جیغ زد. وی به بیرون نگاه کرد، آمده دید که پنیرش نیست. باز پنیر برید. این دفعه او را خواهرش جیغ زد. وی به بیرون نگاه کرد، باز دید که پنیرش نیست. این دفعه از جای خسته همه جو رو گشت. وقتی که وی به کنج خانه نگاه میکند، یک موش نشسته پنیر میخورد. معصومه رو خوندی؟ بله. در مؤسسه نابینایان و حال با کودکان بازی میکند. بعد یک چند مصرع شعر مینویسد و به مربیه‌شان میدهد. مربیه آن شعر را به نزد استاد موسیقی میبرد. موسیقیچی میگوید که او را به موسیقی خوانی دعوت مینماییم و معصومه را به آنجا میبرند. معصومه آن شعر را میخواند. بعد از چند وقت یک شعر پدری را مینویسد. معلم موسیقی میگوید که با این کمی آهنگ بعدم درست میشود. یکی کوی بختیار جمعه است دستگیری ها. برای آنکه وقت سرویناز سرفراز و برف و دست به بیرون بازی میبرایند، آنها دستی همدیگر را سخت میدارند و وقتی که بیافتند سرویناز با خنده میگوید زور افتیده من و سرفراز میگوید بله اگر دستانمان را نمیگرفتیم سخت‌تر میافتیده. وطن. شعر از استاد علی بابا جان از کتاب بچه های خوب. وطن ای گلشن دائم بهارم، توی اوج و برارم افتخارم. تو ما را مادر غمخوار هستی، در آغوشت همیشه بختیارم. توی باغ حیات و بخت آدم، امید و تکیهگاهی صلح و عالم. تو را مانندی جانم دوست دارم. وطن جانم عزیزم مهربانم.
خلق تاجیک از تباری آفتاب. نور پیوندیم و از اهل کتاب، زند و پازند و اوستا داشتیم، در جهان تخم محبت کاشتیم. ای فروغ صبح دامنای درود، جوش زن ای زنده دل ای زنده رود. من در این آزمون از روی نمونه ادبیات بچگانه اشتراک می‌ورزم و در این آزمون زیاده از 200 حکایه و افسانه، 6000 مصرع شعری، داستان ها و طرز نظم و نثر و مقدار زیادی تیزگویک و ضرب و مثل، چیستان و لطیفه ها را از بر نمودم. شعر کتاب من از گلنظر کلی. کتاب من در کجای کند خواب، 100 زبان دارد کتاب، فقط و رو به دست گیر، آهسته روی کف گیر. کشا تبسم کند، با تو تکلم کند، تو رو خونه ترانه، رنگی با رنگ افسانه. بینی تو دریا نیل، تمساح و پلنگ و فیل، بینی تا زر و آهو، زرافه و کنگرو. فقط کتاب را کشا، دنیا را کن تماشا. در وصف راغون یگون شعر میدونید؟ بله، من از یوسف جان احمدزاده در وصف راغون شعر میدونم. مرحمت. راغون، شعر یوسف جان احمدزاده. امروز راغون میدان کار است، در راه راغون ماشین قطار است. راغون ایا راغون امروز تو را سازیم، با نام تو فخریم، با نام تو نازیم. راغون امیدی آینده ما، بختی سفیدی پاینده ما. راغون ایا راغون امروز تو را سازیم، با نام تو فخریم، با نام تو نازیم. راغون سلامی آوازه شرق، راغون سلامی دروازه برق. راغون ایا راغون امروز تو را سازیم، با نام تو فخریم، با نام تو نازیم. آینده راغون دنیای نور است، آینده راغون دریای نور است. از استاد صدرالدین عینی یگون شعر بچگونه خونده اید؟ شعر سحرگاهم. سحرگاهم که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلان باغ مکتب، سحرگاهم چرا خوابید هر شب؟ شما هم در نوا آیید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. بیایید ای شریکان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل معنی خار گردد. از ادبیات بچگونه کشورهای خارجی خونده اید؟ من لیو تالستوی، برادران گریم، لیو تالستوی تبری طلایی. مرحمت. یک مردی بود و او یک تبری داشت و از تبر خود می پوشید و می خوردم و روز به لب دریا می رود که ناگاه تبر او به درون آب می افتاد و او در لب آب می گرید و ناگاه دیوی از درون آب می براید و می گوید هی مرد تو چرا گریه کرده ایستاده ای؟ می گوید من تبرم را گم کردم و آن به درون آب افتید. بعد دیو دو تبر رو در دستش میبردارد و میگوید این تبری توست؟ در یک دستش تبر طلایی بود و در یک دستش تبری نقرگین. بعد مرد میگوید نه این تبری من نیست، تبری من تبری معمولی بود. بعد تبری مرد رو میبرد و میگوید این تبری توست؟ بعد میگوید بله این تبری من است. بعد دیو هم تبری مرد رو میدهم هم تبری طلایی و نقرگین رو میدهد و این کار با دوش همه همسایه ها می رسد و روز همسایه او می رود و تبرش رو با درون آب می پرتوید و ناگاه دیو می براید و می گوید تو چرا گریه کرده ایستاده؟ می گوید تبرم با درون آب افتید. بعد دیو
табари тиллои нуқрагинро мебарояду мегӯяд ин табари туст. баъд мегӯяд бале инҳо табари ман ҳастанд. баъд дев аз рӯи хислати ҳамин мард на табари тиллоӣ на нуқрагӣ на табари худашро медиҳад. من کلان میشوم. شعر کی است؟ شعری میرسعید میرشکر. من کلان میشوم قهرمان میشوم بر دیار خودم پاسبان میشوم. جسم من جان من تاجیکستان من همچو گل در چمن بشکفد بخت من. دائما در دلم محکم است این سخن. جسم من جان من تاجیکستان من. تشکر. دو بیتیم کمال نصرالله. همه دیگر شوند مادر همان است. حلیم و خیر خواه و مهربان است. همه در فکر دنیایند تنها فقط مادر به فکر طفلکان است. استاد رودکی کدام شعرشون میخوانید؟ بوی جوی مولیان آید همه یاد یاری مهربان آید همه. ریگ اوم و درشت راه او زیر پایم پرنیان آید همه. آب جیهون از نشان روی دوست خنگ ما را تا میان آید همه. ای بخارا شاد باش و دیر زیم میر نزدت شادمان آید همه. میر ماه است و بخارا بوستان ماه سوی آسمان آید همه. میر ماه است و بخارا بوستان ماه سوی بوستان آید همه. آفرین و مدح و سود آید همه. گرد به گنج اندر زیان آید همه. قطعه عبدالرحمن جامی. از محبت تلخ و شیرین شود. از محبت میزها زرین شود. از محبت دردها صافی شوند. از محبت دردها شافی شوند. یک رباعیشون خوانید خیامه؟ سیر از همه ناکسم نهان باید داشت. راز از همه ابلهان نهان باید داشت. بینگر که چی میکنی تو بر خلق خدا. چشم از همه مردمان همان باید داشت. یک شعر از گل رخسار میخوانید. خوش روز مادرم دلسوز مادرم گنجی یگانه ام خورشید خاورم. فرزند تو بزرگ فرزند تو کلان مانند زندگی عمر تو جاویدان. فردی ندیدم مثل تو بزرگ مردی ندیدم مثل تو بردبار. خوش روز مادرم دلسوز مادرم نامی بلند تو تا کهکشان برم. بازار صابر. شعر وطن. وطن 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 منم با تو تنی وطن. کسم اگر کسی تویم خسم اگر خسی تویم. وجود توست از دو تن تنی زمین و جسم من و تویم هم وطن 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 وطن. شعر رحمت نظری. در فکر باندم از صبح تا شام نینیکم است یا این که بابا زیرا ببینید نینی خندان مانندی بابا دارد دو دندان. از پلاتالیست که مرچاک شرط میذارن که اگر پرخور مایده یک رو شکست دهد باید مایده یک جای برنج رو با اون نشان میداد. اگر که مایده یک پرخور رو شکست میداد باید پرخور جای چهار مغز رو با اون نشان میداد. در آخر مایده یک پرخور رو شکست میدهد. اما که ملیسا رو خوندی؟ بله. بیبیش او رو ترس میداد. میگفت که اگر تو ما رو غم دهی من با میلیسیا میگویم و تو در خانه تاریک محکم میکنن. از مغازه میبرد که پفک‌های رنگارنگ رو در مغازه میبیند و او میبرد با دیگر مغازه میرد که در بین تودای مردم مادر خود رو گم میکند و او در راه امک میلیسیا رو میبیند. یعنی همین موری با همت از عبدالرحمن جامی. موری ملاخی رو کشون میبرد که از خودش 7 برابر وزنین بود. بعد از من پرسیدن هی مور تو چرا با این خردیت یک ملاخی 7 برابر وزنین رو کشاله کرده برده ایستاده ای؟ بعد مور میگوید بارو با همه قوت نه بلکه با همه تن و بدن میکشند.
غزل اگر آنطور که شیرازی اگر آنطور که شیرازی به دست آورد دل ما را به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکناباد گل گشت مصلا را فیغان کن لولیان شوخ شیرین کار شهر شو چنان بردن صبر از دل که ترکان خانی یغمارم. دختری که جنگلمو چه خیلی دخترک بود؟ وای دخترک بود و موهای او جنگیله بود. وای رو در وقت جنگ در وقت تیرپرانی مردش با او رو در زیر برف پیدا میکند که پایهای او یخ زده است و برف او رو پوشانیده اند. دخترک چرکین بود، پر از گل بود و پایهایش یخ زده بود، خنک خورده بود و مرد او را کلان میکند همچون فرزندی خود. مرد برای جنگیله موی را دوست میداشت که مویهای جنگیله داشتم. در یک مجلس یک دخترک با مویهای جنگیله برآمد میکند و مرد می ایستاد و فکر میکند و میگوید من این دخترک رو در کجای دیده ام و از جایش میخیزد و میگوید این جنگیلموی من هستم و جنگیلموی مرد رو میشناسد و مرد جنگیلموی را. آنها همدیگر رو به آغوش میگیرند و از روزهای نیکی خود یاد میکنند. افسانه دوست داشته ترین من این افسانه سگ چشم گرسنه میباشد. افسانه خلق توجیک. سگ از نزد دکان قصابی میگذشتم که ناگاه استخوانی رو رفت و آن رو گرفته گریخته رفته ایستاده بود که سگانی دیگر از دنبال وی بود. وی سگ دویده خود را به درون آب زد و هنگامی که از پل میگذشت نظرش به آب افتید. دید که سگ دیگر استخوان در دهان و برابری وی میدود. این عکس خودی وی بود. اوه استخوانی وی از استخوانی من هم کلانتر کن. از دل گذران سگ استخوانش را پرتافت و خود را به آب زد. استخوان هم زیر آب رفت. سگ با صد عذابی به ساحل برآمد. چشم گرسنه که بود از این مانده و از وی رانده شد. روزی معلمه از طلبه میپرسد کنی وظیفه خانگی رو جواب ده؟ طلبه میگوید جواب نمیدهم. معلمه میگوید آخر برای چی جواب نمیدهیم؟ بعد طلبه میگوید آخر معلمه شما دیروز نگفته بودید که دهانی پوشیده است تیلا؟ درست از باز یک دیگر. دیروز گلنوره به درس نآمده بود و معلمه از او میپرسد تو چرا به درس نآمده بودی؟ بعد گلنوره میگوید آخر معلمه شما گفته بودید که در روزهای جشن هم تعطیل کردن ممکن کن. بعد معلمه میپرسد دیروز چه خیلی درس جشن بود؟ بعد گلنوره میگوید دیروز روزی زادروزی من بود. چیستون بگو. گر دهانش باز شود بوی خوش پیدا شود. نام دو حیوان باشد نامی آن. یک پارچه زمین داشتیم تخمی سیاه کشتیم با چشم خود بدیدیم با عقل خود شناختیم. خودش یک وجب ریشش 10 وجب. ضرب المثل یا مقالی بسیار دوست داشته را بگو. شخصی بی وطن بلبلی بی چمن. یک تا تزگو یک. در یکی کرپچه خوابیده دو گربچه. در یک کرپچه خوابیده دو گربچه. در یک کرپچه خوابیده دو گربچه. در یک کرپچه خوابیده دو گربچه. به افتخار تو قرصک میزنی. تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم. دوست دارم ریز سنگانی تو را، باغ و راغ پرزی احسانی تو را. دوست دارم هر نهالی سبزی تو، هم بدخشان هم زرفشانی تو را. افسانه بلبلی که سرکشته هست. مرد را زنش میمورد و زنی دیگر میگیرد. زن بچه ها رو بد میبیند. یک روز از پسرک خفه میشود و با مرد میگوید این پسرت مرا خیلی اذیت میکند، یعنی که جنجال میپردارد بر سر من. مرد از پسرش خفه شده و را جنجال میکند، جنگ میکند. بعد مرد پسرک گریخته می رود و در جنگل گرگه که وی را می خورد.
بعد خواهرک دلسوزش رفته استخوان‌های ورا چیده در شاخ چینار کشال میکند. بعد میگوید من بلبلکی سرگشته در کوه و در پشته، از برای ما این درکی بدخر، پدر خورو زورم کرد، بی سبب او زورم کرد، من خیسم و رنجیدم، سوی سر و دویدم، گرگک مرا خورده، خواهرکی دلسوزم، استخوان‌های مرا چیده در شاخ چینار کشال کرد. سایه چیزی که سایه دارد البته پایه دارد، دریا ندارد سایه، دریا ندارد پایه. قصه مردی خزینه یافته. بله، مرد از پدرش مال و ملک بیشمار به میراث گرفته است. از بس که بی‌هنر بود مال و ملکش را در چند روز به باد داد و خودش گدا ماند. در کوچه ها سرسان ماند. روزی در همین کوچه می نشست و بر خدا بر آسمان سر برداشته ناله برداشت. ای خدا سیم و زرم بده که از گشنگی حالم تباه می شود. بعد مردی درویش همونجا خوابش می برد، در بالای سنگ خوابش می برد. خواب می بیند. موسفید به نزدش می آید و می گوید که پسرم به مصر رو، مال و ملکت را تو در آنجا می‌یابی. مردی درویش از خواب خسته میگوید من باشنده بغدادم، مال و ملکی من در مصر چیکار میکند؟ بعد بینوایی وی را مجبور کرد که به مصر رود. در راه یک پلیس سیاه هم نماند. از گداگی شرمش آمد و خواست که خود را شبکار راست کند و در شب گدایی کند. بعد شب فرا رسید. دقیقاً در همان شب دزدان به مملکت حمله کرده بودند. شاه فرمان داده بود که اگر دزد را قپند دستش را برند. پاسبانی شبگرد که در همین کوچه ها دور میزد گدا را دیده خیال کرد. حکایه کژدم و سنگپوش. کژدم زری کشنده و عادتی بد داشت که آدمان را نش میزد. این کژدمی بدکار و بدرفته و روزه به سفر میبراید. در لبی جویه باز میموند، نه از ترس غرق شدن باز میایستاد و نه از راهش پس میگشت. سنگپوشتی مهربانه در همون لبی کول میزیست. این حالتی کژدم را دیده به وی رحمش آمد و خواست که کژدم را از این طرف و آن طرفی کول گذراند. وقتی که سنگپوش به نزدیک کژدم آمد، سنگپوش گفته بیا به پشتم سوار شو، من تو را از جوی میگذرانم. آنها در جوی کلان و پهن روان از مابین کول میگذشتند که ناگاه به پشت سنگپوش چیزی تیق تیق زد. گفت سنگپوش به کژدم گفت این چی صدا است که بر پشت من تیق تیق میزند؟ این صدای نیش من است. جواب داد کژدم هرچند میدانم که این کاری بد است، هرچند میگویند ترک عادت بلای جان. سنگپوش به خیال رفت و فکر کرد بهتر است که این بدسیریش را از این خلق زشت برهانم و نیکان را از ضرری وی در نجات بدهم. سنگپوش به آب فرو رفت و کژدم را موج آب برد. چنان که میگویند ترک عادت بلای جان. حکایه فیلچه یوسف جان احمدزاده را بله خواندم. کدام میتونه؟ فیلچه رنگ خاکستری داشت اما رنگ خودش به وی معقول نبود. بعد توتی به وی رنگ داد، رنگی سرخ داد. بعد باز رفت. فیلچه همونو یک رنگ داشت. در رفته خودش را به رنگ ها مالیده به پیش دوستانش میروند، ولی دوستانش وی را نمیشناسند. میگویند این فیلچه من نیست، این فیلچه دیگر از کجا آمده باشد، این گورخر است، نه این توتی است. همه حیوان ها به وی دیگر میگفتند این فیلچه من نیست. میگفتند فیلچه غمگین شده میرفت و خودش را در آب شست، تازه شد و به نزد دوستانش رفت. وی را شناختند. نان هم نان ریزه هم نان. خشتی اول چون نهد معمار کش، تا به آخر می رود دیوار کش. شعر کدو کنی؟ تخمی کدو شناندیم، قد جو شناندیم، با جوی ما آب آمد، آبکی ورز آب آمد. کدوی ما کلان شد،
فانوسی باغمان شد. شعر صلح. صلح بهار است بهار آورد، رونق و شادی و برار آورد. صلح بود شرشره جوی آب، صلح دهد حسن پر از آب و تاب. صلح به ما صفا دهد، دولتی بی بها دهد. کشوری ما برای سال در همه جا صدا دهد. یک شعر استاد عینی میخونیم. مکتب. ای مانده قدم برای مکتب، عالیست مقام و جاه مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. برخیز و گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. رو از همه پیشتر به مکتب، شوق است تو را اگر به مکتب. سعی بینما و علم و آداب، بهتر زی شریک خویش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. تشکر.